جوونا گول نخورید، مثل پدراتون که بعضیاشون گول خوردن نشید. تاریخ پیغمبر رو خودتون بخونید. هرچی میگن نگید راست میگه، نگید درست میگه. یادم مرحوم اخوی رضوان الله علیه پیغام فرستادن بر اون که رأس انقلاب بود. انقلاب شما به اسم اسلامه، از پیغمبر خدا یاد بگیرید، استنان به سنت رسول الله بکنید، یه نفر اعدام نکنید. پیغمبر خدا بعد از 20 سال شکنجه‌ای که از مشرکین خودشونو مؤمنین دیدن و کشته هایی که دادن، در 10 جنگ تحمیلی که مشرکین و یهود و نصارا و جدا و احزاب همه با هم ضد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله قیام کردن، بعد 20 سال پیغمبر خدا وارد مکه مکرمه شدن. عفو عام دادن. خونو با خون نباید شست، بدتر میشه، دشمن سوء استفاده میکنه. پیغمبر خدا سیاست الاخلاق درست کردن، یعنی سیاست را سوار اخلاق کردن، نه سیاست الحکم. بخواد حکومت کنه همین به هر قیمتی شده، نه. مرحوم اخی خبر فرستن این کارو بکنید، این کارو بکنید تموم میشه. همه اونایی که در رژیم سابق بودن، حالا چه وزیر بوده، چه کارمند بوده، چه سفور بوده، چه یعنی اجلکم الله اشغال جمع کن بوده، هر کی در هر مرحله، اینا همشون مرید اون رژیم نبودن، زندگیش داشته از اینجا رد شد. حالا عوض شد با شما هم یا زندگیش میخواد اداره کنه. اینجور نیستن که همه مبدعی باشن و فکری باشن. کار پیغمبر خدا که تو مدینه پیاده کردن، تو مکه مکرمه پیاده کردن، عفو عام بدید، اما فایده نکرد و تا به امروز تو اون کشور خونریزی استمرار داره.